چه ورزشه دیگه؟ زنا چرا اینقدر تنوع طلب شدن؟ چرا اینقدر پولکی شدن؟ چرا زنا دیگه عاشق نمیشن؟ بیا تا من جوابشو بهت بدم. جواب این سوال ریشه تو گذشته داره. اون موقع که خدای زمینیش، عشق زمینیش، همش غمش تو بودی که بیای بعد از چند سالی پولتو جمع کنی، باش ازدواج کنی، خانواده‌تو راضی کنی، خانواده‌شو راضی کنه، اما یهو یه روز صبح چشم باز کردید اصلا تو نیستی. همونجا که سر و ته 6 7 سال دوستی و با یه مسیج معذرت خواهی و اینکه خانواده‌ام تو رو قبول نمی‌کنن و اینو برام انتخاب کردن هم آوردی. اونجا که باورش راجع به عشق و عاشقی عوض شد و اون آدم دیگه آدم گذشته نشد. اونجا که تصمیم گرفت مستقل شه، بره سر کار پول در بیاره تا دستش جلوی کسی دراز نباشه. ولی تو به عنوان صاحبکار بهش گفتی اگر باهات رابطه داشته باشه میتونه 3 4 برابر حقوقی که یه کارمند میگیره رو داشته باشه. فهمید هیچ وقت نمیتونن به عنوان یه انسان یا یه موجود زنده بهش ارزش بذارن، بلکه اونو به عنوان یه کالای جنسی میبینن. اونجا که زنش شد با تمام نداری و بدبختی و قسط و قرض و قلت ساخت، برات بچه آورد، بچه‌ها تو این دست گل بزرگ کرد، اما تو همین که دستت رسید به دهنت، کاسبیت به لطف خدا جون گرفت، سری شدی تو سرا، تصمیم گرفتی که مهریه‌شو بدی تا بتونی راحت‌تر زندگی کنی. کارایی که تو نوجوانی نکردی رو خواستی بعد از زن و بچه دار شدن انجام بدی. جوابش تو ایناست. خودتون اینطوری خواستین. حالا نتیجه اخلاقیش چی شد؟ کمتر شکست میخورن، کمتر سورپرایز میشن، کمتر ناراحت میشن، کمتر افسرده میشن، چون هم میدونن چی میخوان و هم میدونن طرف مقابلشون چی میخواد.